من به خاطر تو حاضر هستم جانم بدم. چی شده ها؟ پیلوت! خدا از دست نده پیلوت. حوصله کن، تحمل کن. من یگانه آرزوی می بود که پیش تو باشه و بانک باشه و پیش تو بمارم. به خاطر مردن از آغوش تو کده جای خوبتر دیگه نیست. نه نباید منصرف شد. نه تو نمیموری. کسی که منصرف نشه برنده میشه. نه دی دفعه قسم نشد دیگه. دی دنیا فقط یک پیلوت آمد، عاشق شد و رفت. نه پیلوت چشمایت واز کن پیلوت بخیز. چشمای تا پیلوت چشمای تا باز کن. نه پیلوت تو مرا درک نمی کنی نسیفتا. شاید هم هیچ درکم نکنی. تنها چیزی که مرا به یک آدم خوب تبدیل میکنه که هیچ وقت هم نبودیم امی عشق است که نسبت به تو دارم سیفتا. ببین امروز علی به خانم آمد که سرم حمله کنه. اگر گیرم میکرد شایدم که مرا میکشت. با نظر تو معزوم میترسم؟ هیچ نمیترسم. میفهمی به خاطر چی؟ چون که از تنها چیزی که در دنیا میترسم فقط او از دست دادن تو است. دیگر در قصه هیچ چیزی از این دنیا نیستم. تو از من چی میخوایی؟ تو را میخوایم، فقط تو را میخوایم. این قسم یک چیز اصلا نمیشه. هیچ وقت هم نخواد شد. میشه، به خاطر که عشق ارزش بسیار چیزا را داره. اما قسمی که عشقی که نسبت به تو دارم مرا به این حالت رسانده، قسمی شدم هر کاری را که بکنم میتونم. عشقی که تو نسبت به علی داریم تو را به پیش من خواد آورد. من از تو نفرت دارم. برای فعلا امی بریم کافیست که از ما باشی. برات گفتم تو یک چیز نمیشنه که نمیشنوی. در او صورت استاد علی ایره خواد فهمید که بچه‌ش کوکسال کشته. اگر با فهمه باز چی میکنه؟ کوکسال هم میکشه. بعدش هم پدر در قبر میره و علی هم در زندان میره. اویگار نگو چی میشه؟ گوش کن، من علی رو زیاد دوست دارم. من عاشق علی هستم. چرا نمیخوای درک کنی؟ علی رو اگه ازم بگیری نفسم قید میشه. تو در اصل مرا درک نمی کنی.
من نفس گرفته نمیتونم سیفدا. نفسم قید میشه. بدون تو من چی حالت هستم نه که نمیبینی. تو را زیاد دوست دارم چرا نمیفهمی سیفدا؟ با وجودی که در قلبم کسی دیگه است، با وجودی که قدر مست و نفرت دارم، چطور میتونی مرا دوست داشته باشی؟ اگه عشق واقعی رو میخواستی مرا درک میکردی. اگه کل دنیا دست یکی کدوا بریم لعنت بگوین، بازم از عشق تو منصرف نمیشم. تو چطیات میگی؟ عقلت کاملا از دست دادی. عقل مرا خود تو از پیشم گرفتی سیفدا. برای تو تا صبح صبح وقت میتون فهمیدی. او علی را اعلا کدوا پیش ما میایی. باز کت ما عروسی میکنی سیفدا. علی برای دیگه گپم میگفتم. اینا را فراموش کردم. زنده باشی. کجا میری سیفدا؟ سیفدا! اگه تو را بکشم باز به هیچ کسی چیز گفته نمیتونی نی؟ صبر من لبریز نساز. بگو برم. علی تو را چی شده؟ تو خوب هستی ها؟ ایره بخور. بگی بخور. سمیم تو را چی شده؟ گوش کو چی میگم؟ آدرس جایی را که میتم علی و کاکا با هم ملاقات میکنن. معلومات که آدم داره برای من بسیار با ارزش است. پیش از گپ زدن باید او آدم بمره. زهره برش یک چیز حل کو. فکر کنن که سکته قلبی کده. اگر برعکس شد باز کت مرمی ده فرق بزن. تو خوب هستی؟ خوب هستم. چی شده؟ با خود بیا. آقا شما خوب هستین؟ دکتر را بخواید. آمبولانس زنگ بزنین زود شوید. علی مرا مظلوم ساختن. با خاطر که نتونی بیادرتا پیدا کنی مرا مظلوم ساختن. کی سمی؟ کی تو را مظلوم ساخته؟ علی بگو بیادرم کجاست؟ چشمایی تا واز کن. امبولانس رو بخواین. پیلوت زود باشین امبولانس رو بخواین. پیلوت بیادر امبولانس رو بخواین. من زنگ میزنم. مرمیده بغلش کمش خورده. حالا دیگه خانه ببریمش. باید به شفاخانه بریم. شفاخانه نمیشه. هرچی که نیاز باشه در خانه انجام میدیم. حالا دیگه نه زیاد خونزایی کرده. باید شفاخانه. گفتم شفاخانه نمیشه. هنوزم پلیس در پشت ماست. قدرت دفاعی بدن پیلوت بالاست. تحمل میکنه. هرچی نیاز باشه در خانه انجام میدیم. خانم دوی کن. حالا خانه ببریمش کمک کنیم. درست است. ما میایم. مرا مقامای بالا خواستند. سر ما را از بیخ کندیم کوبا. حالا نفرا را بخوای کل جای ما سره کنن. هرچی باقی مانده را کلش از بین ببرن. اطاعت میشه بیادر. نفرای ما بیازوده نیسا هستن. کلشان آماده هستن. خوب است. سر پیلوت ودات از سرشان جدا بساز که هر کس عاقبته. قاتلای بیاد در ما با چشمای خود ببین. احمقاره.
فایر نمیتونی. نزدیک نشو. آدم پست. حالا بزن. منتظر چی هستی؟ حالا بزن. اما فکر نکن که مرگ من تو را به علی میرسانه. سیفدا قاتل خواهد شدی، به زندان میری. فکر کنم رفتی و در قصه شم نیستی. پس چی خواهد شد ها؟ تو فکر کردی که از این راز نجات پیدا کرده میتونی باز مجبور میشی که صاحبم بکشی؟ فراموش نکن راز 4 پای می داشته باشه. سیفدا باز بسیار زود کلگی خبر میشه. مگه تو را نکشم؟ باز خدا خود کشته میتونم نی؟ صبر کن. حالا امروی پاک خوب بیار. این کار ده اینجا نمیشه. مجبور هستیم شفاخانه بریم. براتون گفتم نمیشه خانم دویگو. نه که میخوایی بموره؟ آی نه که نمیفهمین. ده هر جای پشت ما میگردن. از اینکه کل عمر خدا در زندان باشه بهتر است که بموره. چرا درک نمیکنی؟ رفتن نمیتونی. اگه میگین یک دکتر بیارم خانم دویگو. اقدر تحمل کده نمیتونه. سیس ده طول بکس موتر بکس کمکای ولی است. او رو برم بیار. دویگو بله تو خوب هستی نه؟ من خوب هستم. چند قبات من میره میکشم. سیس درست است. اشکنی خدا از دست نده. یک کم درد میکنه اما باید بکشیمش. سیس تو با من درد نمیتی دویگو. برم بگو. از برای خدا برم بگو. بیادرم کجاست؟ نبضش پایین است. دستگاه شوکر روشن کنه. آی تا آنازم عمر میره کشیده نتانستن خانم دویگو. از چیزی که فکر میکردم زیاد عمیق‌تر است. زیاد خونم زایی کده. دویگو شماری علی پیش تو است. میشه از اینجا کم دور شوی؟ جای زخم نباید میکروبی شوه. ببین وضعیتش خراب شده میره، اما مطمئن هستم که نمیره. هر کس که در داخل است باید بمره. انتقام تاکاجی را ما و شما میگیریم. خانه را محاصره کنین. منتظر امر ما باشین. صبر کو. نکو. درست است. او سالا را پایین کو. بیبی که از خاطر عشقت کشتیش. صبر کو بیبی. تو باعث مرگ ما شدی آدم پست. صبر کن نکو. ببین اگه او ماشه را فشار بیتی میفهمی چی میشه. علی بازم همه چیز خواد فهمید و پدرت از بین خواد برد. پدرت در قبر رو، علی هم در زندان خواد رفت. اما مادرت چطور؟ سینان اونا چی خواد شدن؟ سینان به خاطر کشتن علی در پشت او میفته و حدی اقل اگه کمک کرده بتانم باز سینان علی را خواد کشت یا علی سینان خواد کشت. نمیشه تو نمیتونی. من هیچ کاری نمیکنم سیفدا. فقط اگه او ماشه را فشار بیتی ایره برید میگم که چی خواد شد. اما اگه بازم تو خودخواهی کده و میخواهی خودکشی کنی پس خدا بکش. ما هر خطر به گردن گرفتیم سیفدا. اما تو چه قدرش به گردن گرفته میتونی؟
اگه پیش من نیایی تو باعث میشی که پدرت علی بکشه و بازم تو باعث میشی که علی در زندان بفته. خدا را شکر کشیدمش. شکر. اگه مرمی برامد از او کوک شدن خدا بندازه. اگه جای زخم کوک نزنم از دست خونریزی میمورم. شما با کارتون دو مبتین خانم بکن. ما اونا را مسئول نیستم. کم دگم طاقت کن. تحمل کن. من میکشیدیم. تعدادشان بسیار زیاد است. تو تنهاستی چی تو از خودشان برآمده میتونی؟ خانم توکچه ده اینجا چیه پس؟ تو دیگه کی هستی احمق؟ علی دویگو شماری علی پیش تو است. چی میکنی؟ ازش کمک میخوایم. دستکولم است. دستکولم ده داخل است. بچه آماده شوه شوک برقی میته. متاسف هستم مریض از دست داده. این نباید بموره. کار از دست ما نمه. بله خانم دویگو. مردم که هستم. سر پیلوت فایر کردن وضعیتی زیاد خراب است. هر روزا اینجا هستن. چی میشه کمک کنی؟ شما فعلا در کجاستین؟ ما همیالا آتش برتن روان میکنم. درست از خودم میرسونم. تو فکر کردی که از این راز نجات پیدا کرده میتونی؟ تا صبح وارد وقت میتون فهمیدی پیش من میایی و کت من عروضی میکنی. فراموش نکن راز 4 پای داره. با زود کلگی از او خبر میشه.
بدنش خلاص شد. لعنتی مرمیم خلاص شد. حالا چی کنیم؟ بریم. اونا میایم. میکشن. کل ما را میکشن. خدایا خودت ما را کمک کن. خدایا کمک ما کن. دروازه رو بشکنانی. تا حال نموردی لاوده؟ نکنین الهش کدویگو بامو بان. لطفاً به ای ضرر نرسانین. غم نخو. کتی یک جا تا میمری فامیلی؟ زورت به زنا میرسن نامرد. چی گپ شد؟ مرد علی آمد. نجات پیدا کنیم. نجات یابیم. مولالی کاملا سر وقت رسیدی. زنده باشی مولا علی. وضعیتش چطور است؟ مرمیشه کشیدم. جای زخمشم دوختم اما این قسم نمیشه. باید شفاخانه ببریمش. شفاخانه نمیشه. هنوزا ما فراریستیم. رفتن به شفاخانه یعنی رفتن به زندان. من خوب استم. خوب استم. بایگار خیرت است؟ چراغ خوش هستی؟ سبا به سیفدا میرسم سرب. اگه خوش نباشم خیلی چی باشم؟ بله. آقا سرب کاکای ما مرد. چی شده؟ کی بود؟ کاکا خب مرده. چطور دفعتن مرد بابا؟ دقیقش نشین. خوب شد که مرد و رفت. چرا قسم سیل میکنی خیریه؟ او هیچ نمیخواست داری؟ قسم سیل میکرد فقط ما خدمتکار باشیم. کوکسال هر قسم که سیل میکرد دیگه.
نباید پشت مرده گپ بزنی کوکسال. بابا جان ما به خاطر اونه به خاطر اویگار جگر خون هستم. بیچاره کلان قوم خود از دست داد، از پایین رفت. خداوند رحمتش کنه. بزرگترین حساب کتاب علی با او آدمایی بود که بچهش کشته بودن. او حساب به همش بسته شد. شاید آن بسته نشده باشه. نمیفهمم. شاید که تو مانع علی شده بتانی. وضعیتش چطور است؟ فکر میکردم تو خواد که تما خدا را شکر تو نکدم. ما باید برم دیگه. یک کار مهم دارم. خدا داد یک دفعه بیرون بیا. خواسته ایست ملاصه. نکده وقتی ودت تا کاجیر از بین برد باز اتهام او سر پیلوت افتاد. پلیس حالا در جستجوی او است. بالاخره وقتی به خاطر آمدن در راه راست مجادله میکرد ای همه بالایش آمد. به او خاطر ضرور است که همراهش کمک کنیم. باید چند روز در اینجا باشه، بعد از اون محلش میکنم. درست است؟ مولا صاحب تو اینجا را به خاطر ما آماده ساختی، اما ما زیاد اینجا نمیایم. اما یگان وقت میایم که استراحت کنم. البته اگه باشه. یا زنده باشی خدا داد. تو هم زنده باشی مولا صاحب. هرچی زودتر باید دواخانه برم. دوا را گرفته زود پس میاییم. درست است، من شما را میبرم خانم دیگو. من خودم میرم. توکچه بیا ترام تا اونجا میرسانم. نه من میباشم. شاید حالتش خراب شود. همینجا باشم خوب است. اگه خرابم شود تو چی میکنی؟ خدا داد ودت بیادرم اینجا هستن. اینا متوجهش میباشن. حالا بیا که بریم. ما زود پس میاییم. حالا راست میگه خانم توکچه. یعنی شما رو زیاد به زحمت ساختیم، به تکلیف شدیم. بخشش باشه. شب بخیر. فکر کوی وضعیتم سپری میکنی بیادر. کمی دگام تحمل کو. وداد بیادر، پیلوت بیادر چطور است؟ خوب است نه؟ خوب است، خوب است. از این کدام بهتر میشه بیادر. تو همون موبایل تا خوبتی؟ اینه بفرمایین. بله، ما وداد هستم. آدرس اینجا را براتون روان میکنم. آماده امنیتش بگیرین. جلب توجه نکنن. در دنیا فقط تو بودی که مرا دوست داشتی. بعد از مادرم، بعد از پدرم، کل چیز من تو بودی. ما فکر میکردم که تو هیچ وقت نمیموری. به یک قسم خدا نجات میدی. به تو زیاد اعتماد کرده بودم، اما تو وقتی در اینجا یک قسم به جان افتیدی، ما بدون تو تنها چه قسم سر پای خود احساس شوم. احساس شده نمیتونم.
چطور شد سارب؟ چرا کاکای مرده؟ بگو. حمله قلبی. اما دکتر ما گفت امکان داره چیز نوشیده باشه که حمله قلبی را تهدید کرده. خیلی کشتنش. کاکای ما کشتن. آقا علی آمده، پیش دروازه است. نه که خبر شده که صمیم کشتیم. اگه قسم می بود باز اجازه داخل آمدن نمی گرفت. بیارش. آقا کرد منتظر شماست. خیرت باشه علی که دی وقت شب آمدی. صمیم مرد. چه قسم؟ با هم گپ میزدیم، اما پیش از اینکه گپای خدا برم بگویه از دنیا رفت. علت مرگش چی بود؟ نمیفهمم، بررسی میکنم، اما یک مرگ بسیار مشکوک بود. به این معناست که پلان شده بود. تو میخوایی چی بگویی؟ صمیم چند دقیقه پیش از مردنش ای که بیادرم کی است، در کجا است، میخواست که برم بگویه. توبه او دوباره بیادرت از کجا میفهمید؟ نمیفهمم. تا فعلا تنها چیزی را که من میفهمم همیه است آقا کرد. من هر وقت که به بیادرم نزدیک میشم یک دشمن مخفی در مقابل من یک دیوار ساد میکنه. حس میکنم به مثل سایه در پشتم استاده است، یک کسی که برای روش من آشنا است. درست است. درباره مرگ صمیم تحقیق میکنیم. تو به خاطر همین اینجا آمدی؟ دی 20 سال حال من را فهمیدم که در پیدا کردن بیادر یک دانه و خواستن کمک از تو بسیار زیاد اشتباه میکردم. میخوایی چی بگویی؟ میخوایی میره بگویم که در تمام ای تاریکی ها ای که چی مگذره و چی تیر میشه کلشانم میبینی، اما وقتی که باز نوبت بیادرم میرسه دفعتا کور میشی. ما بیادرم خودم پیدا میکنم. در اینجا به خاطر پیلوت آمدیم. گفتی پیلوت؟ بله، هنوزم دال فرار است. بر علاوه زخمی هم شده و تمامی اینا به خاطر شده که در مقابل مواد مخدر مبارزه را شروع کرده. به یک شکل او را بیگناه ثابت کردن نمیتونی آقا کرد. با آن دیگه تو در قصه آدم نباش، با آن که جزای خدا ببینه. دلیلش خب براتون گفتم. درست است. کوشش میکنم که حلش کنم. زنده باشین. ای بیادر با مثل مغناطیسی که دیگه خدا جذب میکنن. خب تو خانه مرا میرسندی. قدم زده خودت برو، باید زود دواره یعنی تو زیاد در فکر پیلوت هستی؟ تو میخوای چی بگویی؟ همه چیز به خاطر تو شد. ایره تو هم میفهمی. تو چی میگی دختر؟ دویگو
کجاست دخترم؟ چرا موبایل خود نمیبینی که میخوای مرا دیوانه بسازی؟ مادر صدای موبایلم پخش بود نشنیدیم. همراه او دختر درباره چی گپ میزدی؟ چیز نمیگفتیم. چی باید میگفتیم؟ اما تو یک دفعه روبرو شدیم با سلام دادیم. دویگو واقعا تو کجا بودی دخترم؟ پدر تولد یک دوستم بود. یک دوستم که دیگه در وقت نان خوردن شوخی کرده، میدیش درد گرفته استفراغ کرده. من به خاطر دوا گرفتن آمدم. دیگه رفت آمد نمی کنم، امونجا می باشم. یک دقیقه تو گفتی کار دارم و بسیار عجله از دواخانه برآمدی رفتی. یک قسم به روز تولد دوستت رفتی. چرا با ما خبر ندادی؟ بر علاوه او دوستت کی است ها؟ مادر تو رو نمیشناسی، از کجا بشناسیش؟ شما برین، من دواخانه رو بسته میکنم. دویگو تو واقعا خوب هستی دخترم؟ خوب هستم پدر، خوب هستم. نه که نمیبینی؟ تو از آقا پیلوت خبر داری دخترم؟ آقا پیلوت؟ به سیاحت رفته آقا پیلوت. مام درست نمیفهمم مادر. دواره گرفته زود میرم. حالا خداحافظ. سیفدا سیفدا تو خوب هستی؟ چی شده؟ تو کجا بودی علی؟ سیفدا میخوایی که با هم گپ بزنیم؟ میخوایم تنها درست است، بسیار خوب. سیفدا گوش کن، معذرت میخوایم. درباره بیادرم به خاطر یک کار رفته بودم. میخواستم پیدایش کنم، زیاد مهم بود، اما اولین دفعه بود که قدر برش نزدیک شده بودم. سعیس، به خاطر کل چیزی که شکستانده و ریختانده معذرت میخوام، اما میخوایم کمی تنها باشم لطفاً. درست است. حالا که خوب هستی مشکلی نیست. چیزی که مهم است همین است. پیلوت در یک خانه امن نگاه کردن. 4 طرف پر از نفر است. پیلوت بیاز و زخمی است، بر آمدن نمیتونه. وقت سر پای شوه او زفره که پیش ما میره میفهمی چی است. دویگو را استفاده کرده با پیلوت دام میمانیم کو باد. کارا را که نیمه مانده بودیم تمامش میکنیم. درست است. در جنت هستم. نیستی. بیازو با این کارایت فکر نکنم در جنت بری. در جایی که تو باشی اونجا برای من جنت هست.
یک دقیقه صبر کو آقا پیلوت. نو به هوش آمدی.